قاعده 36 مفهوم عبادات زبانی را بدانیم. در قواعد توحید زبانی اول باید مفهوم عبادات زبانی را بفهمیم که عبادات زبانی کدام عبادت ها را میگن. عبادت های زبانی عبادت هایی است که به زبان تعلق میگیره و ما شما قبلا هم گفتیم که زبان ترجمان قلب است. زبان ترجمان قلب است. اساس تمام عبادت ها قلب می باشه، ولی چون عبادت ها توسط زبان بیان میشه، ترجمه میشه، به این سبب این ما عبادت های زبانی میگیم. و این تقسیم بندی که به خاطر عبادت ها شده که عبادت های قلبی هست و زبانی هست و بدنی هست و مالی هست، این تقسیم بندی به خاطر از این هست که وقتی یک کسی درس میخونه در عقیده بر از او آسان شود. اگر نه در یک عبادت چندین چیز داخل میشه. مثلا شما نماز میخوانید، در نماز هم قلبتان داخل است، هم زبان داخل است، هم اعضای بدن داخل است. اما این تقسیم بندی که عبادت ها را گفته که قلبی هست، زبانی هست، مالی هست، به خاطر از این آسانی هست. فکرتان باشه این نقطه.